دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو شب 25 مارس سال 2024 با 3 زوده تاجیکستان پدر و 2 پسر او را با اتهام همدستی در حمله خونین شام 22 مارس در شهر کراسنوگورسک در کنار پایتخت روسیه برای قریب 2 ماه یعنی تا 22 مای سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. یادآور می‌شویم شام 22 مارس بر اثر حمله مسلحانه بالای ازدحام در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کراسنوگورسک دست کم 139 کس کشته شدند. پدر و 2 پسر بر اساس ماده 205 قسم 3 بند به کودکس جنایی روسیه به دست داشتن در عمل تروریستی ایبدار می شوند. اینها اسلاموف اسرائیل ابراهیموویچ 62 ساله، اسلاموف امینجان اسرائیلوویچ 33 ساله، اسلاموف دلاور اسرائیلوویچ 24 ساله. اسلاموف آزاده تاجیکستانند ولی شهروندی روسیه را دارند و در ولایت تور ثبت نام شدند. بنا به خبرها پسر خورده این خانواده دلاور اسلاموف صاحب رسمی امان ماشین رنگش سفید تمغه رنو بود که حملگران شام 22 مارس با همان ماشین به تالار کنسرتی آمده بعد کشتن مردم از آنجا با همین ماشین فرار کردند. تلگرام کانال باز خبر داد که دلاور اسلاموف بعد این حادثه یگان جا فرار نکرده بود بلکه بلافاصله بعد فهمیدن اینکه ماشین به نام او ثبت نام شده را در رابطه به حمله تروریستی در جستجو قرار دادند خودش به مقامات حاضر شد. ولی تفتیشات نسبت به نقش اسلاموف در حمله کراسنوگورسک نظر دیگر دارد. بنا به فرضیه تفتیشات فریدون شمس‌الدین هنوز ماه ینور سال 2024 ابتدا امینجان اسلاموف را به هیئت گروه تشکیل داشتهش جلب کرده برادر خورده او دلاور اسلاموف نه دیرتر از 11 مارس یعنی 11 روز قبل از حمله به این گروه پیوست. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریک شب 25 مارس در گزارشش به پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره جریان تفتیش پرونده حمله تروریستی در کراسنوگورسک خبر داد که 3 نفر روز 25 مارس حبس شده حملگران را نه فقط با ماشین بلکه با خانه نیز تامین کرده برایشان پول هم کشاندند. باستریک نام این 3 نفر را نگفت ولی معلوم بود که منظورش اسلاموف می باشند. قبلا دلیرجان میرزایف یکی از متهمان در حمله کراسنوگورسک در بیاناتش درباره عبدالله نام نفر نقل کرد که آنها را به انجام این حمله خونین مایل کرده. برای او که 4 ماه در روسیه بیکار بود حتی از شناسایش ماشین گرفته داد تا که تکثیرانی کنند. به احتمال غالب او همان ماشین سفید رنو را که در حمله به کراکو سیتی هال استفاده شد در نظر داشت و عبدالله امین فریدون شمس‌الدین و شناسای او که ماشینش دادند احتمالاً پدر و 2 پسر اسلاموف آیند. خود اسلاموف و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند.